سلام دوستان، امروز رفتم توی یه دونه از مپ‌های کانتر. فقط ببینید چی دیدم. تیر میزنید خیلی واقعیه. ببینید کیس و کلن قطعاتش واقعیه. کارت گرافیک در اومد. قطعاتش کلن در میاد. نگاه کنید کارت گرافیک اینم در اومد. پشمام ریخته. اینا چیه توش داره؟ پشمام هارده. کیبوردش هم حتی تیر میزنی دکمه‌اش در میاد. سوراخ شد هارده کلا. حالا به چوب میزنید نگاه کنید چقدر واقعیه. یا تابلو. یه آهنم پیدا کن. شاید آهنه میره داخل سوراخ میشه. خیلی حتی بدون صدا صدا آهنش قشنگ اومد. بذار به برفم بزنم. برف اونقدر واقعی نیست ولی خب مانیتور و کامپیوتر واقعی تر بود، مخصوصا وسایل‌های داخلش. بذارید اون آهنه تأثیر بزنم. آهن اینجا ماره میره تو.